میکاپ متولدین ماهای شهریور، فروردین، مرداد. اول صورتمون رو شیف کنیم. این ماهای تولد قشنگترین و تمیزترین میکاپ ها رو انجام میدن. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینی تا آخر بفرست برای دوست شهریور ماهی و فروردین ماهی و مرداد ماهی. کانسیلر به مقدار فراوان. بچه‌ها من که خودم متولد شهریورم، شما متولد چه ماهی هستی؟ پودر سبک به مقدار خیلی کم بلندش میکنیم. ژل ابروی مارلی استفاده میکنم دیگه، آخرش داره تموم و به این صورت ابروهامو لیفت میکنم. آقا تفاوت رو ببینید، باورتون میشه این ژل ابرو قیمتش 99,000 تومان باشه، ثبت استفادهش دایرکت. چی شد؟ یه سایه خیلی کم رنگ و ملایم شایندار انتخاب میکنم. گوشه داخلی چشممو با مداد سفید میکشم که چشمام درشت‌تر دیده بشه. برم خط چشممو بکشم و بیام. ریمل میزنیم. یه رژگونه خیلی طبیعی و نچرال. خط لب قهوه‌ای. اگر بخواید یه خصوصیت خوب و یه خصوصیت بد راجع به ماهای فروردین، شهریور و مرداد بگید، اون خصوصیت چیه؟ من خودم شهریور ماهیم. به نظرم شهریوریا خصوصیت خوبشون مهربون بودنشونه و خصوصیت بدشون عجول بودنشون. میخوام از این رژای جدیدی که ترند شده و هیچ مغازه‌ای هنوز نداره بزنم. یه طرفش برق لبه، یه طرفش رژ خیس شاین داره. هم به لبت حج میده، هم لباتو جذاب میکنه. چقدر خوشگله بچه ها، ببینید شاینشو. اینم از نتیجه میکاپ مرداد و شهریور و فروردین. از 1 تا 10 به این میکاپ چه نمره‌ای میدی و میکاپ بعدی چه ماه تولدی باشه؟